چخیل زورم بعضی نفرها باشد ای وطن بیرون نمیبروید برای که مال پدرش است و مال پدرش کتگی کده میگردن. نفرهایی است که در مهاجرت هم عذاب میکشند، نه که اون نفرهایی که ای مال پدرشون کتگی میکنن ما مهاجرها را هیچ کس حساب میکنن. روزی میشود که مال پدرشون خیلی که با آسانی به دستشون آمد همه خیلی با آسانی دستشون میرود، نه که همه مهاجرایی که هستن مهنت میکنن با مهنت چیز به دست میارن. انشاءالله که چیزی و تا ابد تا روز مرگشون قطعشون است. زنده باشد مردمی مهاجر. دنیا همه